سلام. شاید براتون اتفاق افتاده باشه که پس از مراجعه به بانکی که توش حساب دارید متوجه شده باشید که حساباتون مسدود شده و یا با مراجعه به مکانهایی مثل فرودگاه متوجه این شدید که علیه شما حکم جلبی صادر شده، جایی که اصلا اطلاع ندارید و به صورت اتفاقی متوجه میشید. 2 تا راهکار دارم براتون. یک این که اگر سامانه سنا دارید حتما هر چند وقت یک بار سناتون رو چک بکنید، به این دلیل که اگر جای شکایتی یا دعوای علیه شما مطرح باشه حتما برای شما ابلاغ میاد. و اگر سامانه سنا ندارید و یا اینکه از طرق دیگری متوجه میشید که کسی علیه شما دعوایی رو مطرح کرده، حتما بعد از اینکه متوجه شدید از حق واخواهیتون استفاده بکنید، چون حق واخواهی امکان این رو بهتون میده که شرایطی که شما در دادگاه حضور نداشتید تا از حقتون دفاع بکنید، دادگاه دوباره این شرایط رو در اختیار شما میذاره و شما میتونید از حقتون دفاع بکنید. و برای اطلاعات بیشتر هم به کپشن مراجعه کنید.